اگه قرار امسال برای دانشگاه خارجی اقدام بکنیم، این 5 تا کلمه میتونه چند هزار دلار یا یورو پولت رو نجات بده. شماره 1 اپلیکیشن فی، هزینه‌ای هستش که شما بابت اون برنامه‌ای که تو اون دانشگاه انتخاب میکنید پرداخت میکنید. شماره 2 تویشن فی. تویشن فی هزینه‌ای هستش که شما بابت برنامه قطعی که بعد از اینکه اپلیکیشنتون تایید شد پرداخت میکنید و اصطلاحاً عملاً شهریه دانشگاهتون رو دارید به صورت کامل به دانشگاه پرداخت میکنید. شماره 3 استودنت آیدی، شماره‌ای هستش که دانشگاه با اون کد شما رو میشناسه و این کد رابطه بین شما و پروندهتون توی دانشگاه مقصد هست. شماره 4 رفرنس نامبر که کدی هستش که خیلی بهش توجه نمی‌کنن ولی موقع پرداخت حتما باید اون کد رو در توضیحات پرداختتون قرار بدید که وقتی که دانشگاه داره بررسی میکنه پرداختایی که به حسابش اومده متوجه میشه این پرداختی برای شماست. آخرین و مهمترینش هم ریفاند پالیسی هستش که قوانینی هستش که اینکه دانشگاه تا چه زمان و به چه صورت هزینه‌هایی که بهش پرداخت کرده در صورت ریجکتی یا عدم پذیرش به شما عدت میده. این اصطلاحات شاید الان به کارت نیاد ولی اون موقعی که میخوای دکمه پی چند هزار دلار یا یورو رو بزنی قطعاً به کارت میاد.